خیانت بزرگ تمنا تابش در حق غزال نایت. کنسرت مشترک غزال نایت و تمنا تابش در کشور کانادا، دلیل این خیانت چی بوده است؟ جواب غزال نایت برای تمنا تابش چیست؟ غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند و دلیل اجرای این کنسرت دوگانه با تمنا تابش چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، خوش سیما و هنرمند با شهرت بالا در میان مردم افغانستان می باشد. غزال نایت را نه تنها هنرمندان افغانی، هنرمندان تاجیکی هم خیلی دوست دارد و بیشتر هنرمندان تاجیکی کارهای هنری دوگانه با غزال نایت اجرا کردند. غزال نایت همه ساله کنسرت های برای دوستداران و علاقمندانش برگزار می کند، ولی کنسرت های غزال نایت آنچنان که باید مورد استقبال قرار بگیرد نمی گیرد. غزال نایت اکنون در کشور ترکیه مانند آریانا سعید زندگی می کند و در عروسی ها و محافل خوشی هموطنان افغانش در سرتاسر جهان اشتراک می کند و یگانه راه درآمد غزال نایت همین می باشد. غزال جدیداً با تمنا تابش کنسرت مشترک را در کشور کانادا برگزار کرد، ولی تصمیم بر این بود که 50% سهم کنسرت از غزال نایت و 50 هم از تمنا تابش باشد. اما تمنا تابش با دعوا و باجگیری 80% سهم این کنسرت را از آن خود کرده است. این کار تمنا تابش باعث برخورد جدی غزال نایت شود و به همین دلیل وی کشور کانادا را به یک بارگی ترک کرده است. ولی این اولین بار غزال نایت نیست که با هنرمندان افغانی کنسرت برگزار می کند و همیشه کنسرت های مختلف با هنرمندان حتی تازه کار کشور برگزار کرده است. ولی هر کس خودش می داند و زندگی کاریش. من آرزوی سلامتی، موفقیت و کامیابی برای غزال نایت خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.